سلام، شما خوبین؟ آیا از درس‌های بین کاشی حمام و دستشویی رنج میبرید؟ صبر کنید. خمیر درزگیرهای تازه پخت فرخ پخت این مشکل رو براتون دشوارتر کرده. درسیر که هلال عمل بنبئی، فرخ و ایوب و خسرو بیمخ یه درزگیری رو اختفا کردن که دیگه همساده پایینیتون زنگ نزنه بگه نم ندید شاشتون اومده سقف ما رو زرد کرده. خسرو بیمخ با دامن جذب ثروت و کاور کفشی که رو سرش کشیده که دکولورش ترمالی نشه، بعد از اینکه گیم ها رو ریخ رو ماستا سری میپیسه به بازی چون وقت ترمیم پاشنه داره. ایشون از سمت وزیر بهداشت زیاد اخطار میگیره ولی عین خیالش هم نیست، کله‌شو مثل برف کرده تو کپ. آخ که فرخ پخ، کاش پول دیت بود الان 2 تا تیر تو ریت بود. پدسک چقدر بی تربیت بود. ایشون مراد کنباد از کریزک بنبئیه که ننش رو پیشونیش با کاشف تاکوری علامت گذاشتی که میره کوچه گم نشه. بعد از اینکه لنگی تدیگا رو داد بالا که زار برگی بکشه، میره سراغ تولید انبوه محصولش که شبیه گسبری دور لوستر میمونه. خاک به سر انگار داره با گس رو زمین لیله میکشه.